میز. تو ارتفاعی 0.70 اسپان شدم، شروع کردم چوب کندن. تصمیم گرفتم همینجا بمونم. بعد کلانم از اسپان 600 بلاک فاصله داشتم، به خاطر همین خیالم از این بابت راحت بود. یکم اینجا رو برای خودم آماده کردم و بعدش هم رفتم گشتم. اون چیه؟ اینجا یه کارایی میشه کرد. این چیه؟ چه اینجور فایست؟ الان میزنه؟